اگر کسی در روز 100 بار بگه لا اله الا الله، از اون بهتر روی زمین کسی وجود نداره مگر یک نفر. اون یک نفر کسی که همتش بالاتر باشه 101 بار بگه فقط. یعنی قلم دست خودته، به خودت نمره بده، بهترین ایدیا 15 18 20 100. گفته از اون کسی بهتر روی زمین نیست مگر کسی که 101 بار، یک بار همتش بلندتر باشه. بهترین ذکر خدا تلاوت قرآنه. خداوند میگه 2 تا صدا من خیلی دوست دارم که اون رو همیشه بشنوم. 2 تا صداش دوست داشتنی ترین صداها نزد الله تبارک و تعالی است. یکی صدای بنده من هنگامی که با کلام منو یاد میکنه، تلاوت کلام من میکنه، و رتل القرآن ترتیلا. و یکی صدای آه و ناله و گریه و زاری بنده من که دست رو بلند میکنه بر گناهانش گریه میکنه، میگه یا رب یا رب یا رب. میگه این دومی وقتی دستش بلند میکنه من شرمم میاد که بندم دستش بلند کرده میگه یا رب یا رب یا رب. شرمم میاد که من دستشو صفر و تو خالی بر بگردونم. و این صدا اگر از جوان باشه خیلی زیباتره و خیلی دوست داشتنی تره تا پیر. پیر باید توبه بکنه ولی جوان ابزار گناه در اختیارشه و هنوز به خودش میگه هنوز زوده. وقتی پیر شدم